Ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз ҷумъа, яъне ки барномаи хайрия. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Есим Шарипов бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Араби Смиёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Араби Смиёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, занг бизанед, бизалайд. хоб, салом алейкум. гӯш мекунем шуморо. чӣ мушкилӣ дорен ва сабаби муроҷиатон ба канали мо дар чист? من خیلی یک مدری هستم که دو تا فرزند دارم، هرشم خیلی کارشون برام نمیگیره. بچم یعنی یک خانه دکملتا اینمی دوشنبه داریم، اما خانه بچم بودک خیلی دختر ما که 6 سالش بوده، خطی 3 بوده، نمسای کلونیم 17 ساله. همین چیزا توبری کدک مرنگار دیستم. من فقط برای اینم دختر غم میخورم. بعد در جایی که دخترم خطی 3 گودکش که 10 ساله زندگانی کردم و بچه‌م بعد خطی زنش خرد کردم، رفتن زنش بر روسیه رفتن، گفتن خطا اومدن ایمورا خونه رو خالی کنم. رفتن روسیه و خب جدم بازور روزشون گذروندیستن. چرا که کارشون برام نمیگیره. دخترم باشه خیلی دوزنده شدک با هم دوزندگی روزی همین 3 گودک شو روزی مرا میگذرونه اونه که برای خونه خریدن زور این نمیرسه. امیده زیق خیلی چی بودم دیگه، خیلی زیقم فقط گیرم. خب یعنی مشکلی основной شما چیه؟ با مقصد سبب مراجعتتون چیه؟ یک دخترم ارزو داره که یک کاملا تک داشته باشه، میگه زندگی کنم. میگه حالا در کجا زندگی میکنن؟ کی؟ یعنی که شما به خاطر دخترتون مراجعت کردین؟ من به خاطر دخترم خود ایزو میکشم، میگن ما هیچ که یکم تی نمیطلبه. میگه ایزو میکشه نمیطلبه. ما در این کار نداریم. یک کسی نمیتونه از بلاغت رسیدگی؟ من خودم برای بلاغت رسیدگی؟ آخه دخترم گفتم کار میکنم 3 گودک داره، 3 گودک گفتم 6 سال شدگی 3 گودک کارش هم آدم باید خودش مراجعت کنه برای مشکلیش. قطعی خدمه اینا میخوام. گفتم که بچه‌م پرت خوند رفت واسیا گفت خوند اومدن مرا خانه رو خالی کرد. گفت کجا میره وقتی خانه اول شما در خانه کی زندگی میکنین؟ در این خانه بچه‌م امی دخترم قد 3 گودکش من خانه بچه‌م دارم. خیلی کجا بره بعد خانه بچه‌تون ده. خب بعد دخترتون ده چی در کار خانه بچه‌تون؟ یعنی که بچه‌تون خانه مراسیه رفت و گفت که خانه رو تا اومدن مرا خالی کنن. چی با خالی کنن؟ آخه او میاد زندگی میکنه که وجود زندگی میکنه. او هم کروش برای نمیگیره که خونه بخره. گودک داره؟ زن داره؟ خیلی زن داره، دو گودک داره. و قشلاق رفت زنش خیلی گودکش خودش رسیه رفت و خونه اوچش رفت زن گودکش. خیلی مشکل ما هم سخته که اما اگر همین بعد کسی همین دختر ما ده یاردم کنه سبب یک کملتا شوه که های اخلا نیمی هم پول یک کملتا را اون کسی یاردم کنه. این خودش بیا که من زندگی میکنم پول جمع میکنم. گفتم ای کجا؟ گفتم با زندگی پول خونه خریده میتونی. اما در حیران موندیم. همین سر و کلابمون رو گم کردگیم. همین بچه 17 ساله که دما نویسندک با همین نمره شما ای پسر همو دخترتونه؟ هم دختره پسر همو دختره خیلی پسر همو برای من فقط هم دبلوی جانموز غم میخورم. من خیلی قرآن میخونم دبلوی جانموز گریه میکنم. بعد این مرا میبینه میگه به من یکم کار کنم که همین موسیقی بخونه. گفته اینم بعد غم میخورم. بچه 17 ساله غم میخورم. یکم جو کار میکنه مادرش هم دخترتون؟ هم دخترم اول هم عذاب کشیدیم وقتی که 9 سال شده بود هم عذاب کشیدیم. یک تینه داشتیم که نون بخریم و بردیم چی کردیم شوگیر دوزندگی در شوگیر موندیم. بعد دوز کرتا میدوزد کرتا و همین دخترهای توجیکا میدوزد. بعد استاد یاد گرفت دوزندگی را بر روز خیلی نقص گذاشته.
همون گودک‌ها را هم سه گودک خرانده و پوشانده تونستک به هم پول دوزندگی اگری شوش فقط زنگیری کارشوش زنگیری نه که او اگر بچه‌تون بیا خونه را خالی کنین گفتگی دخترتون کو خیلی محل نه که شما دا کجا زندگی میکنین بعد ما خطی بچم بعد هردش ما مادرم هردش ما را میگن جانا یکی دختر ما که چون میز وقتی بکو بعد یعنی چی گفتن بودم دیگه مگم کردم خیلی اولای کمزاتیم زندگیمون بازار میزگره آخی هم دختر مصری بیا خونه میشید یا یک کمونتا میشید خطی هم سی گودکش اگر هم که از اوبوی کشیده وقت 600 شده بسوش ها روزان میگیره ها چند زنگ روز با هم زنوش سر دودو پولی بو بیزانه خونه هم نداره و نمیخوادش هم در سر سنگ کلوخ زن میگیره سر میته زن میگیره سر میته همین دخترم در جهت بخت نیوده چشیده نتونست چی کردن خب ما در مشکل نیست ویدیو را مونده ما در مشکل نیست لیکن گپ در چیزایی که مردم یه چیز خوب قبول نمیکنن مثلا از خاطری چی خیلی گفتن از خاطری اونه که شخصی که مشکلی داره براش مراجعت کردگن و خودش گپ نمیزنه ایرا از روی تجربه هم میدونم انم دختری ما از روی تجربه کاری میدونم از روی تجربه با مرد خیلی گپ نمیزنه اوکی او مرد خیلی گپ نگاه کن خلا ما چیزی هست ریال نشم میگم ما در مشکل نیست ما ویدیو تونم میمونم ویدیو امروز میبره لیکن از روی تجربه خوری خود میگم که آدمی که حتی آدمی که روش کشود میبره گپ میزنه چگونه افکت میکنه اگه کسی میبره میگه رو محکم که وای چگونه میشوه یعنی که کشود خوبتره اینش یک دیمش آدمی که خودش مشکلی داره خودش سخن میکنه او دیگره ادای حالات شما دختر ما الو نمتا دا الو سخته است اینه که میگم مرد قد منو خیلی گپ نمیزنم کسی دو زندگی را برای انتخاب کرد که مد فقط زنها مرد خاله جان مرد منو خیلی گپ نمیزنم میگه آیا طرف بگیریم موزی تاخیر به نسبت در افیل خود چره نمیدونم برورا میگم تاخیر نسبت به ما شده است در اینجا مرد منو خیلی گپ نمیزنم لیکن درخواست کرده است برای کمک ای مرد نه که اون مرا میگه نه که من خودم دیلم میسوزه به هم دخترم هم سن واسه باز نه روز میگه که نه مرا دیلم به هم دخترم به هم سن واسه نگاه که خلا این کار شوخی نیست این روز میگه نه که ما ویدیو را میبرم میخزم میگه که من راضی نبودم او دلیل که نه اوش مدام نمیگه او جای کارش ده اوش مدام نمیگه اون ما خدی شما گپ زدیستم کو ما گپ زدیستم کو خدی شما گپ نزدیسته کو جای کارش ده خب همین را به نظر بگیرین که وقتی که ویدیو میبره بعد هم خیلی دیگه گپ چپ نشوه که با ما با پرینسیپ بودالید نمیکنم بعد برای که ما میدونم که همین حالت شما دخترتون میویه اگر که اون نخواه با میگه چی با ویدیو کردین من نمیخواستم شما کی را پرسیدین ایما چی با اجازت نگرفتین تو دا سودا نه خیلی گپ میشه من نمیدونم چیکار کنم من که از باید کودک من میبینم خیلی گریه میکنم خیلی برای کودکم گریه میکنم من فرق نداره مشکل نیست من میمونم مثال من آدم نیستم من دو فرزند دارم دو فرزند من از دو زندگی میکشن من غم میخورم گریه میکنم اگر اون کسی که خیلی میوردم کنم یا کودکای من نه مثال نواز اگر شما خودتون مراجعت میکردین برای خودتون که یک پیرزنی هستین که مثال خونه و در ندارین بچه‌تون میاد به خونه میشین مثال در این حالت دیگه گپ بود که مراجعه درباره خودتون بود شما خودتون برآمدگین شما گپ زدین درباره یک شخص غایب که او ممکنه که رد کنه او ممکنه بیا بگه که من نمیخواستم نمیشوم خیلی که از بیاید بگه که شما کی را پرسیدین من راضی نبودم تر نمیگتون او نمیفهمه او خیلی چی را نه اگر میرسوننش اگر که فهمه چی هیچ نمیگه او هیچ نمیگه که خیلی من گپ زدم تو گپ نزده کو من گپ زدم کو میگم سینش نام شما کی است که جوین معرفی کنی خودتون و کارتاتون بعدا گپ زنین
ما کارت ندارم مخی، من تلفنم ندارم مخی، من یک خاله جان ما شما خیلی هم عجایب نام بودم. تلفن همین واسه نبرم من بتونم نمیشه نام تلفن شما خیلی هم عجایب بودم. گپ زده استین برای کمک دیگر شخص در حالتی که مراجعت کردگی ما باید کارت بتونه بمونیم تا که کمکتون کنن، میگین کارت نداریم. کارت تو داری کارت؟ خیلی کم خودتون بفهمید. من 70 تامین چیز رو نفهمم. من کارت و تلفن کارو نمیفهمم. خب خیلی نوازی ما ویدیو کردیم. فقط نام برایم دو کودکم گام میخورم گیرم. خاله جان این نوازی خیلی ما ویدیو کردیم، کارت نمیمونیم در روی ویدیو میشه. نمره کارت دبته 101 نه واسه 17 من نمره کارتش میگی. این نمره تلفن کی نتونم بیا نمره تلفن دخترم نمیشه. ما دفعه نداره میشه و نمیشه. شما مراجعت کردین درخواست مقصد ما شما را وقتی جای ویدیو را 101 بنویسین. امینم بس خیر بی 101 بنویسین. روی کنین ماده منتاج خطی میمونم بعد در پریپیس که روی کنین کارتتون چلی کنین خیلی بعد نام نمست همون نمری بعد صحبت روی کنین من همین روز منتاج میکنم. اگر هم دختری من کمک کنین و خودش بیادرسم جمع کده برای خونه یک کملتا و روزش نمیرسه او نمیشه و او پولی که او جمع کده او یک کملتا حاضر 40,000 شده اون روزش نمیرسه. اگر اون کسی باشه هم دختری من قدی 3 کودکش اگر یردام کنه در هم یک کملتا خونه خردن اگر وقت شب روز در بالای جای نماز هم قدوه میگویم هم به هیچ تایخت کنه غم شما هم آدمایی که یردام میکنه لونم به هیچ سی جاییدم جاشون شده هر دنیاشون نخواهد و به هیچ دل بده. من میخوایم دختر قد 3 کودک سوی بیا یک کملتا شود نمیقدر دیگه هیچی. خب خیلی تقدر روی کنیم ما در پریپیس خطی ما در منتاج میمونم کارت ما بگیرم. خب باردارو فکراتون در کامنتر بنویسین. خیر میکرده که باشه به طرف نباشین. خب یگان چی دیگه گفتنی نباشد تقدرگانی خدا پناتون وقتو یک جهان تشکر به شما به این صبر احمدی کلام خدا هر دنیاتون رو به جنت تبدیل بترینم خوب که بگیرین هم به چیزی که دست میزنین به طلا تبدیل ببینم چی ارزوی دارن هم آدمایی که خیر میکنم شما چی ارزوی دارین به همه ارزوتون برسین لهینم. من هم یک کمپینی که خونه نمیبرم من یکم نمازم خزان نشافته در اینجا کار دکده شب روز در خونه شده که وقت اسسر برخم دیگه خونه نبرودم که یکم نمازم قضا میشه شب روز در بلوی جان نمازم شما رو شب روز دوای نک بیتمام دختر مسئولی یکم نتش و کسی یردم میکنه دوای نقضش میدونم که لونم هر دنیاشون به جنت تبدیل بیوه. بله من برای کودکان خوشبخت شد فقط شب و نماز تهجد میخوانم فقط دعا میکنم باید شیخ دست پیر گرفتگی فقط وظیفه هم را اجرا میکنم شب و روز در بالای جا نمازم هیچ جا نمیرم که یکم نماز من یکم چی من قضا میکنم وظیفه من گفتم وظیفه بسیارم دوده هم شیخ هم را یکم داشتم نمیشه نمیتونم که دفتر هیچ جون مهمونی هم نمیرم فقط در خونه بالای جا نماز هم کسی یردم کنه دختر مرا هم خدای لونم دستش بگیره یکی دولگیش میلیون کده برگردونه هر دنیاش به هیچ که نلیدم. آمین الله اکبر تمام. خب پناهتون به خدا من مادرم شما بمنم که من مادرم برای فرزندم میسوزم برای بچم برای دخترم میسوزم. خب بچه هم رسیده کروش برای نمیگیرد منش دو داخل. خب پناهتون خدا برکت بده شما رو هم آدمایی که اردم میتونه دختری من خدا برکت شما بده. خب دوستان عزیز بله چونین